داستان تاریخ. قسمت نهم، تأسیس سلسله هخامنشی. بسیار خوب، حالا اسلاید بعدی. این تصاویر مربوط به منطقه باستانی تخت جمشید در استان فارس که از زمان حکومت هخامنشیان به جا مونده. سلسله هخامنشی بعد از مادها در ایران به حکومت رسید و یکی از مقتدرترین دولت‌های تاریخ کهن محسوب میشد. این عکس‌ها رو در آخرین سفرمون گرفتم. این که مستخدم عزیز خودمونه، یادش بخیر. تو این سفر چقدر بهمون خوش گذشت. ببین چه قیافه‌ای هم گرفته. چراغا رو کی روشن کرد؟ سلام استاد، چرا چراغا رو خاموش کرده بودین؟ تو این تاریکی که نمیشه به بچه‌ها چیزی یاد داد. سلام دوست من، اتفاقا همین الان ذکر خیر جناب عالی بود. داشتم به بچه‌ها عکسایی رو که در تخت جمشید گرفته بودیم نشون میدادم. بله استاد، میشه منم اونا رو تماشا کنم؟ البته که میتونی، ولی الان موقع شروع کلاس. اگه صبر کنی حتما آخر کلاس اونا رو با هم تماشا میکنی. پس بهتره هرچه زودتر برم و بیشتر از این مزاحم استاد و شروع کلاس نشم. خداحافظ. خب دوستان، اگه یادتون باشه در جلسه قبل به حکومت مادها پرداختیم و به اینجا رسیدیم که آخرین پادشاه ماد آژیدهاک که فرمانروای خونخوار ستمگری بود تصمیم به جنگ با کوروش پارسی که علیه ظلم او قیام کرده بود گرفت. خب حالا ادامه ماجرا رو ببینید و توجه کنید که چطور سلسله هخامنشی توسط پارس‌ها به قدرت رسید. دستگاه نمایش شروع کن. پس از مدت‌ها کشاکش میان پارس‌ها و سپاهیان آژیدهاک، سرانجام آنها در نزدیکی حکمتانه در برابر یکدیگر سفارایی کردند. ای ابله‌ها، لعنت بر شما! ای بی‌لیاقت‌ها، کوزه مارنشان مرا شکستی. سزای چنین خطایی مرگ است، مرگ! باید همه‌تان را از دم تیغ بگذرانم. خدا به ما رحم کند، همه آن را خواهد کشت. آژیدهاک رحم نخواهد کرد. نه خواهش میکنم مرا عفو بفرمایید. آژیدهاک بزرگ، خاموش و نادان، خودم سرت را از بدنت جدا خواهم کرد. التماس میکنم مرا عفو بفرمایید. من خدمات زیادی به پدرتان کردم. مرا عفو بفرمایید. آژیدهاک بزرگ، آژیدهاک بزرگ، سپاهیان کوروش پارسی، سپاهیان کوروش. ای وای بر ما، این سپاه کوروش است. سرورم، سپاه آنها به ما نزدیک شد. چه باید بکنیم؟ چه دستور می‌فرمایید قربان؟ با این وضع می‌خواهی چه دستوری بدهم؟ سرورم، کوروش بزرگ، سپاه ما بسیار پر جمعیت است، اما آنها خیلی وحشت زدند. کوروش بزرگ، لشکریان پارسی برای در هم کوبیدن سپاه آژیدهاک ستمگر گوش به فرمان شما دارند. چه امر می‌فرمایید؟
پیش به سوی لشکریان ما به دشمن حمله کنید. ای مردان شجاع ما، برای نبرد بزرگ آماده باشید. ما پارس ها را شکست خواهیم داد و به زودی کوروش و سپاهیان یاغیش را به جهنم خواهیم فرستاد. ای شجاعان ما! کوروش جوان فرمانده است بسیار دانا و کاردان و از سرداران ما به خوبی استقبال می کند. مارپاک نیز با او همراه شده است. حمله کنید! حمله کنید! من که با شما نیستم. حمله کنید! چرا بایستادید؟ حمله کنید! باید کار جنگ رو یکسره کنید. چرا بایستادید به من نگاه میکنید؟ حمله کنید! من که با شما نیستم. بی لیاقت‌ها! ما راه بهتری برای پایان جنگ یافتیم. تسلیم شو آژیدهاک. نفرین بر تو آژیدهاک، نفرین بر تو. به دستور تو تمام خانواده‌ام را کشتم. و همینطور پدر و مادر مرا. مگر آن بیگناهان چه کرده بودند؟ من انتقام خانواده‌ام را از تو خواهم ستاد آژیدهاک، و من انتقام دوستان و یارانم را که به جرم خیانت قتل عامشان کردی از تو خواهم گرفت آژیدهاک. دست نگه دارید. کوروش بزرگ؟ کوروش؟ فرمانروای پارس؟ رهایش کنید. کوروش بزرگ؟ او در پناه من است. کوروش پادشاه بزرگ ایران، این برخلاف رسوم است. دلیران ما، کوروش با مغلوبان و اسیران رئوف و مهربان خواهد بود. درباره مجازات آژیدهاک نیز خوداندیشه خواهم کرد. بله دوستان، کوروش فرمانروایی بسیار مقتدری بود. او با مغلوبان و شکست خوردگان با بزرگواری و مهربانی رفتار میکرد، ولی در جنگ با دشمنان بسیار مقتدر و قوی بود. خبر سقوط دولت ماد و قدرتمند شدن پارسی ها در آسیای غربی منتشر شد و دولت های بزرگ آن روزگار را به وحشت انداخت. قاصدان خبر پادشاهی کوروش و تشکیل حکومت قدرتمند ایران را به پادشاهان کشورهای مختلف اعلام کردند. از کوروش فرمانروای ایران به فرمانروای لیدی، اینک که ما در ایران به قدرت رسیده ایم خواهان پیمان دوستی با شما هستیم. هرگز چنین چیزی نخواهد شد. پادشاهان مصر، لیدی و بابل از قدرت کوروش می‌ترسیدند، زیرا نگران حمله او به سرزمین‌هایشان بودند. در نتیجه علیه کوروش با یکدیگر متحد شدند. اما قبل از آنکه آنان کاری از پیش ببرند، کوروش به جنگ آنها رفت و این کار را از لیدی آغاز کرد. به من پاسخ دهید ای پیشگویان، در برابر کوروش چه باید بکنیم؟ ما پاسخ دهیم. پادشاه بزرگی باید چه کاری انجام دهد؟ تقدیر این نبرد چه خواهد شد؟ خدایان آسمانی بر ما رحم کنند. ارواح پاسخ میگویند اگر پادشاه از رود بزرگ هالیس بگذرد دولت بزرگی نابود خواهد شد. میدانستم به خدایان قسم همین کار را خواهم کرد. من پیروز خواهم شد. سرورم کوروش بزرگ، همینک سپاهیان لیدی از رود هالیس گذشتند و به طرف ما میآیند. چه باید کرد؟ پادشاه لیدی با عبور از رود هالیس سقوط امپراتوریش را رقم زد. ما پیروز خواهیم شد و دولت لیدی نابود خواهد شد.
پیشگویان پیروزی ما در این نبرد را پیشگویی کردند و پس از پیروزی سکه های بسیاری نصیبتان خواهد شد. زمان حمله است. کوروش باید نابود شود. حمله کنید. حمله به سوی ایرانیان. اینک برخیزید و دشمن را فراری دهید. به دستور کوروش دسته ای از شتران را در سپاه پارس و ماد قرار دادند. اسب‌های لیدیایی با دیدن شتران وحشت زده شدند و سپاه لیدی از هم پاشید و توسط لشکر قدرتمند ایران در هم کوبیده شد و به این صورت کشور لیدی به امپراتوری ایران ضمیمه گردید. بعد از تصرف سارد پایتخت لیدی، این بار نوبت رسید به شهر بابل. فتح بابل کاری بسیار مشکل بود، زیرا دیوارهای بسیار بلند و بسیار مستحکمی گرداگرد شهر کشیده بودند. سپاهیان بابل پس از یک شکست سخت از لشکریان کوروش عقب نشینی کردند و به داخل شهر پناه بردند و بابل در محاصره لشکریان ایرانی درآمد. کوروش بزرگ، مدت هاست که بابل در محاصره ماست، اما کاری از پیش نبرده ایم. آنها به اندازه کافی آذوقه و زمینهای کشاورزی در داخل شهر دارند و این محاصره مدت ها به طول خواهد انجامید. این بار تدبیری اندیشیدم که کار بابل را یکسره خواهد کرد و سرانجام ای بابل، تو را به لطف پروردگار یکتا به تسخیر خود در خواهم آورد. تنها راه ورود به شهر بابل رود فرات بود که از میان شهر می‌گذشت. کوروش تصمیم گرفت تا لشکریان خود را از محل ورودی رود به شهر بابل وارد شهر کنند. به همین دلیل در یک اقدام غیرمنتظره لشکریان ایرانی به دستور او رود فرات را تغییر مسیر دادند و از ورودی آن به شهر به بابل وارد شدند و بابل بدون مقاومت به تسخیر ایرانیان درآمد. نبونید پادشاه بابل که از حمله کوروش وحشت زده بود به یکی از خدایان متوسل شد و از او کمک طلب. ای بت مردوک، به من کمک فرما و کوروش را نابود ساز. من از تو کمک می‌طلبم. بی‌فایده است نبودی. تو که هستی؟ چطور جرأت می‌کنی مزاحم عبادتم بشوی؟ تو در دوران خود نسبت به خدایان بی‌اعتنا بودی و اکنون نیز عبادت تو بی‌فایده است. مردوک به تو لطف نخواهد کرد. ای نبونی، بدان که همکنون کوروش و لشکریان ایران به شهر وارد شدند و بابل را تسخیر کردند. نه! و بدین سان امپراتوری بزرگ بابل نیز توسط کوروش سرنگون شد. فتوحات کوروش با فتوحات حکومت‌های دیگر دنیای کهن متفاوت بود. لشکریان کوروش هیچگاه شهرها را غارت نمی‌کردند و مردم بیگناه را نمی‌کشتند و کوروش به اعتقاد مردم مغلوب احترام می‌گذاشت و به این شکل امپراتوری ایران به بزرگترین قلمرو تاریخ تا آن زمان بدل شد. دولتی که کوروش به وجود آورد به نام جدش هخامنش نامگذاری شد و به این صورت سلسله هخامنشی شکل گرفت. کوروش سرانجام در نبردی با اقوام وحشی در شمال شرقی ایران کشته شد و در پاسارگاد دفن گردید، در حالی که بزرگترین قلمرو دنیای کهن را به وجود آورده بود. متاسفانه کوروش فرصت چندانی برای حکومت بر قلمرو هخامنشیان پیدا نکرد و این کار به پادشاهان بعدی سپرده شد که بعداً به اونا خواهیم پرداخت. ای بابا، چی شد؟ چرا تاریک شد؟ چی شد؟ سلام استاد. حالا که کلاس تموم شده اومدم که بقیه عکس‌ها رو با هم تماشا کنیم. خب عزیزم یه کمی صبر می‌کردی، ولی خب باشه. بیا بریم، بیا. اخ جون، چه خوشتیپ افتادم. ممنونم استاد جون، چه عکس خوبی ازم گرفتی. حالا این یکی رو ببین. اما تو یکی من خیلی کوچیک شدم استاد. خب عزیزم، آثار باستانی در تصویر مهمتره. اینم آخرین عکسی که من ازت گرفتم. حالا ببینم تو چی کار کردی. این اولیشه. چرا من اینجوری تو کادر گرفتی؟
بذار بعدی رو ببینم اون چیه. اینم دومیش. ای بابا این دیگه چیه؟ بس سرم کو. اینجا داشتیم با هم حرف میزدی. خدای من چه خرابکاری کردی. اوه عکسای نازنینم. استاد اینو سرطان نشون دادی. اوه معلوم است چی کار کردی. تو یه عکس درست از من نگرفتی، همه رو خراب کردی. خب استاد جون تقصیر من چیه؟ خود شما همیشه میگین که آثار باستانی در تصاویر مهمترن، مگه نه؟